درود فراوان، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز با هم میخوایم بریم یه جای دیدنی جدید رو ببینیم. وقتی از جاده چالوس به سمت شمال میریم، اولین جایی که احساس میکنیم وارد شمال شدیم روستای سیاه‌بیشه است. با ورود به این روستا که در مسیر جاده شمال هست، یک آب و هوای شرجی رو حس میکنیم که بسیار متفاوته و میبینیم که کوهها و اطرافمون سرسبز شدن. روستای سیاه‌بیشه روستای زیبا در فاصله 40 کیلومتری جنوب چالوسه. روستایی که بر فراز کوهستان قرار گرفته و هوای بی‌نظیر و خنک اون لطافت هوا رو به پوستتون هدیه میکنه. این روستا را ابرهای غلیظ و سیاه رنگ و یک مه جذاب همیشگی احاطه کرده که احتمالاً دلیل نامگذاری منطقه هم همینه. این روستا سالهاست که به عنوان یکی از محبوب‌ترین مناطق توریستی ایران شناخته شده. به دلیل یکی شدن جاده قدیم و آزادراه جدید چالوس در ورودی این روستا، ترافیک این جاده معمولاً از اینجا شروع میشه. جمعیت روستا تقریباً 200 نفره و چون این روستا در مسیر جاده تهران چالوس است، با ورود به اون مغازه‌های زیادی می‌بینیم که جای خوبی برای استراحت و خرید تو این جاده کوهستانی. سیاه‌بیشه اونقدر جای دیدنی و تماشایی داره که برای تفریح و سفر عالیه. با هم بریم اون جای دیدنی رو ببینیم. یک، جنگل‌های هیرکانی. جنگل‌های هیرکانی بزرگترین میراث طبیعی ایران در خطه شمال کشوره که قدمت خیلی زیادی داره. اگه به شما بگیم که از دوران دایناسورها هنوز هم موجودات زنده وجود دارن، احتمالاً تصور میکنید که این یه شوخیه، اما اشتباه نکنید. تنها موجودات باقی مانده از آن دوران فسیل دایناسورها نیستن، بلکه جنگل‌های هیرکانی نیز بازمانده‌ای از اون زمان به حساب میان. در روستای سیاه‌بیشه نیز بخشی از جنگل‌های هیرکانی امتداد یافته که بهترین مکان برای گردش و تفریحه. دو، منطقه حفاظت شده چهارباغ سیاه‌بیشه. منطقه حفاظت شده چهارباغ در 90 کیلومتری جاده چالوسه. وقتی اسم منطقه حفاظت شده به میان میاد، ما خیال میکنیم که گونه‌های گیاهی و جانوری آسوده‌تر هستند. در چهارباغ آماده دیدن زیبایی‌ها و گونه‌های گیاهی و جانوری مختلف باشین. تنفس هوای تازه و تمیز این منطقه و تماشای زیبایی اون چشما رو خیره میکنه. همچنین گذر رودخانه چالوس و مکارود از این منطقه زیبایی اون رو تکمیل کرده. سد سیاه‌بیشه کلاردش یکی از شاهکارهای مهندسیه که به صورت دو سد در بالادست و پایین دست ساخته شده. این سد دارای نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای بوده که در ساعت اوج مصرف به تولید برق میپردازه. زمانی که مصرف برق کاهش پیدا میکنه، آب به سمت سد بالا پمپاژ شده تا بار شبکه سراسری مصرف برق کنترل بشه. 4، دره کمجر، یک دره زیبا با رودخانه و آبشارهای متعدد که در نزدیکی سیاه‌بیشه قرار داره. البته برخی رودخانه و آبشارهای این دره فصلی بوده و در طول تمام سال جریان نداره. وجود همین آبهای جاری باعث سرسبزی بیشتر این منطقه و زیبایی بی حد و مرز اون شده. 5، گردنه هزار چم. پس از گذر از روستای سیاه‌بیشه چالوس، همچنان زیبایی منطقه همراه شما خواهد بود. پس از این روستا به جاده پرپیچ و خم میرسید که مناظر بسیار زیبایی داره. در گردنه هزار چم مناظر زیبا و چشم‌نوازی مواجه میشین. این گردنه در حقیقت جاده‌ایه که شما را از تهران به کجور میرسونه. 6، آبشار هریجان. در 8 کیلومتری روستای سیاه‌بیشه چالوس آبشار هریجان قرار داره. آبشار هریجان 9 متر ارتفاع داره و در روستایی به نام هریجان قرار داره. نسیم خنک این آبشار روح انسان را جلا میده. این آبشار پس از سرازیر شدن به سمت پایین چند آبشار دیگر رو هم ایجاد میکنه و در اطراف آن مناظر زیبا با حریر سبز رنگ دیده میشه. 7، ارتفاعات نقره‌سر. امتداد رشته کوه زاگرس در جوار شهرهای شمالی اوج زیبایی‌های طبیعی در این مناطق. اگر اهل کوهنوردی هستید و به لذت فتح یک قله فکر میکنید، در سفر به سیاه‌بیشه میتونید ارتفاعات نقره‌سر رو فتح کنید. چشمانداز این ارتفاعات مناظریه که مشابه اون رو در هیچ جا ندیدید. در برخی مناطق در کنار چشماندازهای طبیعی کلبه‌های چوبی زیبایی دیده میشه که زیبایی اونجا رو دوچندان کرده. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتین، لطفاً مثل همیشه با لایک و سابسکرایب چنل از ما حمایت کنید و تا آخر ویدیو برای دیدن این زیبایی ها با ما همراه باشید.